در شهر خوجند مسابقه فوتبال بین دانشجویان آغاز گردید. این چهاربینی ورزشی با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت در یکجایی با فدراسیون فوتبال و ریاست معارف با مقصد جلب دانشجویان به طرز حیاتی سالم، رشد فوتبال در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی و دریافت فوتبال بازان بالایقت از بین دانشجویان راه اندازی گردید. باعث خوشنودی است که امروز طبق نقشه چهاربینی‌های ریاستی کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت مسابقه فوتبال میان مؤسسه‌های عالی کسبی ولایت آغاز گردید و دانشگاه ما هم در قطار دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی میانی کسبی نیز امروز در این مسابقه اشتراک دارد و امید آن را داریم که ما این جام را به دست می‌آوریم و باعث خوشنودی است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به فوتبال خیلی زیاد است و این مسابقه ها را هم در سطح ولایتی و هم در سطح جمهوری برگزار کرده ایستادند و برای رشد و نموی فوتبال تاجیک سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. در این مسابقه 7 دسته از مؤسسات تحصیلات عالی کسبی ولایت اشتراک دارند. مسابقه بین دانشجویان در 3 دور جریان گرفته بهترین ها به دور نهایی راه می‌یابند. غالب این چهاربینی به مرحله جمهوری مسابقه فوتبال بین دانشجویان راه یافته ولایت سوخت را معرفی می‌نماید. از نتیجه این مسابقه در گزارش‌های من بعد اطلاع می‌دهیم.